دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 6 یولی سال 2026 قرار داریم در حوله من شهر دوشنبه. نزد من جیانمون از افغانستان حاج قربان اومد و من تحفه آورد خربوزه شیرین ترین افغانستان رو بیار. گفتم همین خربوزه رو اومد نامش چیه؟ خربوزه اسقلانی. خربوزه اسقلانی بوده است. حاضر من این خربوزه خربوزه کوکچه تاجیکستان و حاضر ما رو بریده خوردیم. در حقیقت به نهایت شیرین بود، به نهایت از کلمه به نهایت. از با من گپ میزنم خودم. حاضر خربوزه اسقلانی را خورده خودی حاج قربان گپ زند که کدام شیرین است. نگفتن امانتی من در اینترنت پرسیدم درباره خربوزه اسقلانی خاطریست داد، تشریح وای داد، فرموده داد که از همه شیرین ترین خربوزه دنیا همین اسقلانی است. لیکن دیر میپزه گفته، لیکن از بر وقت پخت نمیدونم شما همو جومو گرمه بسیار. گفت که اکنون بگمانم که دو ماه پس با بیارد با میبینه دو ماه پس وای شیرین تر بودگیست. بسم الله الرحمن الرحیم میبریم میبینیم که اسقلانی شیرین تر است یا که کوکچه تاجیکی. اینا قبل شما بسم الله الرحمن الرحیم. اسقلانی خیلی گویم رنگی کوکچه ما آبش هر راست نمیریزد، این سخت تر است، لیکن زیر دندان غرچ میکند. هم کوکچه هم غرچ میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. به حد با مزه برابر شد. این به نهایت با مزه بود، این برابر شد. یم با مزه بسیار خربوزه زود. همین خربوزه در دوشنبه نیست. سال آینده خدا خواهد ما علمی کنیم. در حقیقت شیرین نه تنها شیرین، نه به نهایت شیرین. اکنون ما خربوزه خودمون رو بریم کوکچه تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. این شیرین تر است با بعدی پوستی نازک این وحشه ورم نمیکنه. کسی که میخوره نسبت به این ورم نداره. هر قدر بخوری شکم غم نمیتایی. دوستان عزیز، با خربوزه کوکچه ما یک مزه خاص خود را دارد، مزه با مزه دارد. این بهترین نه، اینم زور. این بهترین، این بهتر حاضرش، این بهتر، این نهایت شیرین، این از نهایت هم شیرین تر. دانه هایش رو گرفتیم سال آینده میکنیم. خدا خواهد قربان رو رحمت برای حرمت و احترامات که از همون افغانستان برای من برداشته اسقلانی آورد. در حقیقت شیرین، نظر نگیر، لیکن در حقیقت شیرین. در خانه خود باشد و کسی معقول شده باشد یک لایک مانید. حاج قربان خوش آمدید. سلامت باشین، زنده باشین.